پدر مرا گور میکنند؟ البته بچم، هر مرده را گور میکنند. مرا میشوند با بیخ. به تابوت میمونند؟ میمونند. قبر؟ در تاریکی یک خود تنها. خاک هم میپشونند؟ میپشونند و هم با بل. بنده ای کی گفتم میپرسند. چی جواب میدهی؟ الله، دینت، اسلام، کتابت، قرآن، قبلت، کعبه. پدر جان، مرا بابا کلانم ایمان بوده است. یگان فایده با من میرسد؟ نمیشود ابله. هر گوسفند از پای خودش آویزان میشود. عملهایت را پرسان میشوند. ها؟ عملها؟ زکات نیست، حج نیست، نماز نیست. چی داری ابله؟ چی هست ها؟ چی بود ها؟ من سالی گذشته نماز جمعه رفته بودم. روز عید بود. همون قبول می شود؟ باز چی بود ها؟ این را بینم. یافتم. سورپرایز چی یافتی؟ تو پیش از مردن یک کس را پرون گفته بودی کو؟ من نپروندم. دلم سوخت، رویش کردم رفت. من هم برای چی در این طرف نیز میگویم؟ آفرین، کار خوب کردی. یک جان را نجات دادی. در نزد الله ثوابهایت بسیار است. از دوزخ خلاص شدیم بگو پدر جان. اما این کافی نیست. 10 نفر دیگر را قتل کردیم. یک آدم را کشتن تمام انسانیت را کشتن است. در آتش دوزخ میسوزی. نکن پدر جان. مارها و حشرات ها میخورند. اینجا و اونجا تا شکاف کرده خانه میکنند. نکنید پدر جان. من هیچ چیز نکردم ابله. من حتی تو را بخشیدم. خدا من روزی باشد پدر جان. پدر جان، حالا من از این دنیا سر نشدم. اکنون دیگر کسی رو نمیبینم. تو آنها رو میبینی، اما آنها تو رو نمیبینند. متشکر نمیتوانم. نفهمیدم. یعنی هیچ کس من رو نمیبیند. قپیده نمیتوانم. گپ زده هم نمیتوانم. متاسفانه آدمای که صاحب دل پاک است تنها روی آدمان پاک را میبینند. با آنها گپ زده میشود. اگر با آنها گپ زده شود مرگ هم چیزی میترسیده نبوده است کو؟ همین طور است. حالا تو چیزی را ندیده ای. وقتی که به قبرت روی چونی خسته به پایتت گشتن نمیتوانی. تو رو باری آخر آن دنیا را بین. بعد بیا گپ میزنیم. کاش که نمی اومدی. حالی بکن مردیم. از علم جون سر نشده. کوچ بستیم از این دنیای فانی. نشین، برخیز برادر. آن طرف خیلی سخت است. همه چی رو پرسان می شوند. نشین، خیز. در آنجا کی است؟ می شنود اما نمی بیند. رفت پدر گفته بود که فقط همانهایی که قلبی تازه دارند می بینند. معلوم می شد که قلب این نیم تازه است.
مگر من روح نیستم؟ برای چی تو هول راه میگردم؟ برای چی من نمیپرم؟ کاش که رفت پدر رو میپرسیدم منو. پدر جان، از تو جدایی نتوانستم پدر جان. پدر جان زیق نشو پا، من از اون طرف اومدم. نامی اوتا با من بگو، او را در آنجا میابم، تو رو حلال میکند. زیق نشو، رو افتاده نشو. اوه، این باشد نمیبیند نمیشنود. حالی پدرش منفی، خداوند او رو ببخشد، رحمتش کند. سلام علیکم دوستانی عزیز. اگر شما و یگان یار و برادر شما خواهش گذشتن گرینس قزاقستان را داشته باشد، پس به شرکت بایرنا که ما که سالهای دراز کار و فعالیت میکنند زنگ زنید. و اگر شما مشکلی با حجت دارین، آنها شما را از خانه‌تان آمده میگیرند و به خواست الله در روی یگان مشکلی به شما دچار نمیشوند. ماشین های زمانوی دارای وای فای بی پول. و اگر شما از نام کانال تاجیکس پروداکشن زنگ زنید، باز به شما که کلان میکنند. رقم ها در روی اکرانتان و در تگ ویدیو. از درگاه الهی به شما سفری به خطر را خواهانم. ای انسان ها، یک زمان ها من هم به مثل شما بودم. شما هم روزه به مثل من خواهید شد. به من نگرید، عبرت گیرید. رفتگی ها بر نمیگردند. عبادت کنید، راه خدا را پیشه کنید، وقتتون رو بیهوده اسراف نکنید. آخر پشیمانی فایده ندارد. اقلا قلب یک کس تولا می شده، یگان کس نمیبیند و نمیشنود. این چی کار است رفیقان؟ تو شاه بلوت، این چی کار است؟ مردم و حالا هم اشتباهیم در جایش. حالا هم فارده سیمه. یک دانه بگیرم. تو مرده ابله سفسته نگو. بعدی مردن هم گناهگیری است. کتاب اعمال پوشیده نمیشده باشد. کتاب که پوشیده باشد گناه هم نمیشود. یک دانه میگیرم هیچ کار نمیکند. به خاطر روح مردگان یک دانه گیرم. این هم نمیبیند. کارش به خیر باشد. اوه، این قدر با مزه بود داستان. درمان مزه دانم دیگر نشده است. یک تدیه بگیرم. هی میگیرم. بینم نبیند. بسیار معقول شد. میگم قبی گیرم او طرف برم چون. چیکار سیابلا؟ خوردی بس نیست؟ اوش بپلای. تو ما رو میبینی اماکی؟ برای چی نمیدیدم؟ او خواه خراب نیستی که نبینمد. بیام پیش میز رو گرفته یه طرف بست. غوث هایده گیرم. قلب شما تازه بوده. من از اون طرف اومدم. معلوم در اون طرف پول نیست. من هم پول ندارم. من اینها رو میگیرم و شما دعا میکنم. این سبله پول ناده کجا میروی؟
سارته با کجا رفته ایستاده ای؟ با من گوش کن. دستت رو ازم گیر. با مرده شوخی نکن که روحت رو میگیرم. رو بته سارته این آمده؟ این ابله شور کسی نه؟ چی گپ از اونجا؟ ابله؟ کسلی روحی؟ این چول است؟ از دیوانه خانه گرفتی؟ اکای پلیس؟ تو هم دیدی سی؟ البته که تازه بودن قلب تو رو ما همه میدونستیم. هم چهره تو نور دارد. همین خیلی دوام ته. آرام نشو. کمیسرم، من از این آدم شکایتچیم. هم شابلودهایم رو خورد، هم دزدید. این طوری گفته سی؟ این با طرز تکنیکی ناممکن است. من الکی مرده ها چیزی رو دزدیده نمیتوانند. چی ساست میگویی نه؟ مردم. نگر تو رو دوست میدارم میدونی. من هم سوالای اون طرف رو دارم. دفتر روشاد شوشی میتونم تنویس. سوال یکم، خدای تو کیست؟ ابله با این سوال دزدی تنها به دوزخ میروی تو. کاچ خیلی دزدی ها؟ این مهنت خدمه. رفتم دیدم برگشتم. تو ضروریات های چیز میدونی؟ ابله تو مرا اخورت کسی؟ نیچ خیلی اخورتی؟ ضروریات ها چیز میدونید؟ دینت رو کتابت رو همه چی رو میپرسن کمیسر من. ابله متروزی. اوه حیوانی به شاخ. همترا کی داد از بیمارخانه؟ با تو سوالهای جنت رو دیدم تو باشی با دیگر کار مشغولی. صدقه خوبی مکنه چیز رو میبینی بین. تو چی گفتی ها؟ حاضر رو با ملیسا خونه برام بعد زنده و مرده رو میفهمی. ملیسا خونه؟ به همین همه رو در تگ خاک میمونن. اکای پلیس خیلی ملیسا خونه با. یا خدای توبه اینچ خیلی دیون است؟ ابله امشب تو در نظارت خانه میمونی. نظارت خانه؟ ریفت پدر گفته بود که بدنت روحت در نظارت خانه است. روحی من از بدنم جدا شده است. تو از کدام نظارت خانه گپ میزنی؟ بسیار گپ نزن ابله دستت رو دراز کن. چی کار کردی تا؟ کدام رو دست بند میبندن که سرت از عقل بیگانه شده است؟ نه بچم نه، من با تو کاردار نمیشوم. و هم صاحب این دو در کجاست؟ در حقیقت من مردم، ما رو بیسویی موندن، ما رو کی گور میکند ابله؟ از همین بیمارخانه برآمدی؟ بله از همین بیمارخانه همه رفته بیسویی موندم. اکای ملیسا ما رو تو گور میکنی؟ حاضر را در همینجا گور میکنه. گمشه اینجا گمشه ابله. رفتم ماینک. اکای پلیس با جنازه من میای ها؟ دلتیموس من بسیار شناس ندارم. همش از مافیا است. قاتلن. دعای آنها قبول نمیشوند اکای پلیس. قلب شما پاک است. دعایتان قبول میشود. برای من یک گوسیم بخون. فوتیه کن چی دانم در نزد مزارم گل بشنون. بچم دم تگی ور سر گران کردی کو؟ اینا با بیمارخانه را ورنده برا صاحب تا بیو. اکای پلیس با نماز جنازه هم بیو. نماز چند دقیقه که در بود میشه میخونی میره تمام. الله آخر تمام قاتل میکنی برا داشته ایجا. وای ترام تام به وجدان برآمدی کو اکای پلیس. تا امروز پگو در قبرتون طاقه میدروی. این دنیا چنین است. برای من در حیاتم چنین دیونه رو ندیدم. داودنیو ما زده حالا که در بیمارخانه هم برم داودنیو ما بسنجم. این پلیس مرده چی؟ البته که از همین سبب من سوز گپ نزد. اگر زنده باشید این قضا رو که ما کردم با جنازه می اومدی؟ خدا جان چی می شود؟ عشق رو از من جدا کن. اجازت نده خدا جان. در اینجا بودیم کو؟ اکای میمدو؟ ای ربین چی خیزیقه؟ جانک من جانک جان زیغ نشه گریه نکه. این اشک چشم ها با کس فایده ندارد. برایم یک فوتیه کن. یاسین رو خون روحم شاد شود. ایوه اکای میمدو نمیبینه نمیشنود. قلب این هم با مثل دک سیاه شده کو. البته که قادم بکشمخی می شوده. از قفوی من گیره میکرد گرش کس نیست.
دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن به وطن را دارید و می‌خواهید که از شرکت بایرنوک چیپتای هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برادران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپتای فروخته شده کفالت میدهیم، زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه می‌کنیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار فعالیت میکنیم. گوی رقم‌های چون شما میتوانید با واسطه وایبر، واتساپ و ایمو نیز با تماس برآیید. بختیار رو نگاه کن، او گیره نکیسه من مردو خرسان شده چی؟ ایلم هم گیره نکیسه. حیف بر تو ابله. ایلم اگر باید میو اگون کس قدی بخوری مرده پردانا میگم و میو قرطاق جفت میکنم. ای ابله بینه با مثل سایه اصلا میبیند. جنابی انیل شما چی گفته سوده از عجبو؟ شما چی گفته سین جنابی انیل؟ تو مرا دیدیستی ها؟ البته که میبینی دلی تو پاک است. نترس در اینجا هیچ کس ما رو نمیشنود. در اینجا تن و دلی تو پاک است. انیل تو خوب هستی؟ چی شد؟ دیوانه شده ای؟ چی گفته سای؟ یعنی چی گفته سای تو؟ با مثل دیوانه گپ میزنی؟ مرگ حتی با پیش تو اومدنم رو مانع شده نتوانست. بعدم را مونده با روح هم با پیشت آمدم. یک پرک مچکت کنم؟ اساسا ریفت پدر گفت که مرده و بسته نمیتواند که یک شانس من بسنجم. چی گفته سی تو؟ چی کسی؟ نگرایلم بسیار ناز نکن. بیا کنی یک بوست کنم. جنابی انیل جان شکر کسی از روزای انیل جان بسیار ناز نکی. ایجا بیا نابلا چی کسی ها؟ بخیاره بین ایچ کسی بخی سوی بشکه؟ حیوان تو چو کسی؟ تو مرا دیدیسته بودی؟ کم تر پیش ندیدیسته بودی؟ قلبی تو هم تازه بودی. اصلا در زندگی فرق نکرده بودم اما به هر حال تو چی گفتستی؟ تو هم دیدیستی؟ البته که میبینی قلبی تو هم پاک است. تو پدر کم عقلان احتیاجمندان به من نگر. جنازه مرا تشکیل میکنه ای خاطر نبرار. معذوری مرا جای معذرت دار دکنه فهمیدین؟ ایچی را فهموندستین؟ معلوم میشه که مرا خیچه میخواه. چه خیلا؟ جانم های بله مردم به من نگرید. عبرت گیرید. شما هم روز میمیرید. او احمق تو چه خیلی دیوانه شدی؟ خود رو مرده دیدم مرده ایست کردن چی هسته؟ اکا جون مردگون خوش رو نمیدونم گفتنی. ای سبیل مونده مادام که تو مردی برای چی ما خبر نداریم ها؟ والله من هم نفهمیدم. رفت پدر چون گفت. رفت نم خیلی گفت. برای چی خیلی گفتی؟ چی گفتی استابله؟ من که خیلی گفتم. چی با دروغ میزنی؟ تنه رفت پدر حقیقی. همه چی روز میفهمونه. دام تو بگی ابله چی را فهمونده سیستا؟ چی باید من بگیرم اکا جونه؟ من به همین هم مرده همه را رها کن. نمرده ابله نمرده زندگی داری نکو. مردم اکا جون مردم. باشم تو چکنه دیونه یا؟ نگر باشم نگر نمرده. مردم ابله مردم. ایلم من نمردم ها؟ نمرده اجازه خدا نمرده. میمردی جانم خلاص میشد خوب میشید. چه خیلی نمرده اما؟ مردم ایجا که شما ایدهستین این روحی من است. تو روح هستین ابله؟ بله روحم. چی میزنی اکا؟ او ابله حیوان روح همین خزده میشه ها؟ نمیدونم رفت پدر رو نپرسم. او طرف که برم میپرسم. ای خدا جانی بزرگ. روحم خونالو چی دستای؟ یک گوسپندی کر روح ها خون میشوند. نمیدونم خون میشود کی؟ ما زنده ایم ها؟ ابله تو نمرده زنده گوسپند. ما زنده ایم؟
ما زنده‌ایم؟ زنده‌ایم. 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 داشت است؟ آقا جون خودم. زنده‌ایم. خفا بست؟ زنده‌ایم. زندگی دارم. چقدر زیبا بود است زنده بودن. زنده بودن انتما دارد. زنده بودم میلان جون. تمام بس که بس تمام. جانم شما در اینجا چیکار دارید؟ زنده دکتر بوی. البته که زنده برای همه دارم اینجایم. جناب دکتر یک اوکلشون که خوش برای حالش خوب نمیتوه. یکم پرابلم نشده لطفا با اتاقتون برگردید. حالا در حالت نوتاب است. من با حالت نیکو گذشتن میخوام. رفتم. آپا وضعیت چخیله؟ خلای لطیفش نایدم. آنیل چخیله؟ خوب است از سخنونتون هم خوبتر است. پدر همه در بیمارخانه است. آنیل زهرالود شده است. من هم حاضر آمدم. وضعیت چخیله؟ خوب است پرابلم نیست. نیگه در یک وقت مناسب هر دشه گرفته بیا. مایلش پدر. چی کار کردی ست حیوان؟ خواب کن اینجا خواب کن. اکای ممدو من از مردن برگشتم. حتی مردم و بازگشتم. نیگر موزگی سیر بجو نمیکنیم. در این موضوع هم نشود. من ایلم رو سخت دوست میدارم. با او سخت عاشق شدم. همینش موزم مرسی در نورسیش تون شده. که ممدو در چشمای زیبات بمبرو. با ازدواج ما مانع نشو. در اصلا بازی نخی. خواب که گمشه خواب که. دیگر چیز نمیگه که ممدو. چی بگم ابله؟ چی دونم؟ دو زده قهر نمیکنی؟ برای عاشق شدگیم نمیپرونی ما؟ نه ابله. همه چی دست نباشد؟ در یک بطلق عادیده او فریاد میکنی. خداوند حفظت کند. اکای میونده تو خوب هستی ها؟ تو باید حاضر از قهر و غضب دیوانه میشدی؟ در بطلقش فقط عاجزا غرق میشود نگفتی؟ وابای قرتق ما رو چونین مجو خودی اکا. با تو چی شده؟ دور باش از این کار. تمام خوب را استراحت کن. آواز نبره رابط. چی گفتیان؟ دکتر نیم کلا میکشه. ما نیم نیستیم. رفته. در کدام اتاق می ایستادو ها؟ این دکتر رو پرس کنی که در کدام اتاق می ایستاد؟ تست که تست را پرس؟ همه کورم بکنم ربات. روز بخیر. تشکر دکتر بوی. رفت چکر در کدام اتاق است عجبو؟ حاضر می نگرم. چون این قید نیست جناب دکتر. بختیار olmaz. نیست. ایشم نیست. رفت olmaz. نیست. بختیار چکر. نیست. ایشم نیست. او با کدام نوع خواهی ها؟
او ما رو به نزدش میبرد. رفتیم. اکا میمدو بانل چی شد؟ نمیدونم نفهمیدم هر دوم چی را خورده بودیم. یک کباب شوربا و سلات خورد تمام. اوه ابله باعث شدی این آدم هیچ نمیمورد. تمام شد جا باز میبینن تا تمام. من حاضر علاج اینها رو میروم. حاضر میبینیم که در حقیقتی او را شکاف میکنه یا نمیکنه. یک سنجش میگذارونیم. تمام اکای میدو تمام. حاجت خانه در کجای؟ در اینجا و در اونجا. ابله قبر کن آماده هستی؟ رفته. دوستان عزیز برای دستگیری همتون تشکر زیاد. شما رو در کانال یگل از خانده انتظار هستیم.